ما یه درختی پیدا نکردیم بریم زیر سایش، ولی دیدیم اینجا توی قبرستون حاشیه شهر واسه مرده ها و اونایی که به رحمت خدا رفتن هم درختای قشنگی زدن هم سایبون. گفتیم یه هندوانه اینجا بتر کنیم، یه فاتحه هم واسه رفتگان بخونیم اینجا که از تنهایی درشون گرفت، چون پرنده هم پر نمیزنه. اینجا قبرهای خانوادگی هم هست که بعضیاش احساس کنم قرنها. اینم ددی بنده است که داره هندوانه میزنه در مزار با اجازه آقای زاکری و بیبی تاج بیگم و بیبی بوگم، یا بیگم و بوگم و نمیدونم بیگم هرچی. یه فاتحه هم واسه عزیزان میخونیم و حاجی داره با میل و رغبت زیاد میزنه بر بدن. آقا آخر عاقبت همینجاست، همه بدونن، تنها و غریب. جوش دنیا رو نزنید. یه صحبت فلسفی وسطش. اینجا یه قبر خانوادگیه که مثل غار حرام میمونه، برش تارنکبوت زده و بنده خدا اینجا فکر کنم این ارواح این قبر اینجا به دست خانواده خودشون زندونی شدن، کسی هم نیست بهشون سر بزن. آقا بریم سراغ هندوانه.